برای این پروژه میتونین هر سایزی که دلخواهتون است برای آرتبورد تعریف بکنید، هیچ فرقی نداره. ما فقط میخوایم انیمیت کردن رو با هم کار بکنیم. پس من میام به طور مثال گوگل پیکسل 4 رو انتخاب میکنم، بعد رنگ بک‌گراند رو مشکی میکنم تا اینجا. حالا باید هولدر برای عکسام درست بکنم. میام اینجا ابزار رکتانگولار رو انتخاب میکنم، عرض رو میذارم روی 140، ارتفاع رو میذارم روی 250، نسبت طول به عرض رو قفل میکنم. بعد میام ردیوسش رو 10 میدم، بوردر رو بر میدارم، شادو هم بهش میدم. این از این. حالا از این یک کپی میگیرم، میتونید آلت رو نگه دارید، درگ کنید، یک کپی بهتون بده. بعد این رو میبرم پشت این لایه، میتونم درگ کنم از توی بخش لایه ها، پنل لایه ها ببرمش این پشت. بعد عرض رو بذارم روی 110، از اینجا وسط، از این قسمت هم وسط، به این صورت نکنید. این از این. یک کپی دیگه از این میگیرم، عرض رو میذارم روی 80، اینم میارم وسط، دوباره به این صورت میبرم پایین. حالا یک کپی دیگه دوباره عرض اینو میذارم روی 50، میذارم اینجا. حالا یک کپی دیگه از این، اینو میذارم روی 170، بزرگش میکنم، میارم اینجا، از اینجا وسط میذارم. حالا جای اینا رو تغییر میدم، میارم مثلا یه همچین جایی، اینا فاصله‌اش رو دوباره تنظیم میکنم. این تا اینجای کار. حالا میخوام به بک‌گراندمون یه تصویر اضافه بکنم. هولدر تصویر دوباره میکشم، بوردر رو برمیدارم، میذارم آخرین لایه، اوپاسیتیش هم میذارم روی 65 اینطوری. حالا یه کپی از این میگیرم، کنترل و دی رو بزنی خودش کپی میکنه، میشمش این سمت، این به این صورت. حالا وقتش رسیده که عکسامون رو وارد پروژه بکنیم. میایم اینجا این پوش عکسام درگ میکنم، خب به این صورت. خب فقط ترتیب اینا رو دقت داشته باشی. من میخوام کارت اولم اینجا باشه، میارم عکس کارت اولو میندازم. میخوام بک‌گراندم هم همین عکس باشه، میارم اینطوری. این از این. حالا کارت دوم میخوام اینو بندازم، برای اینکه توی صفحه دوم این کارت میاد جای اولی. این دقت داشته باشین. این عکس سوم، اینم عکس چهارم. یکو نمیخواد پر کنید. میایم توی آرتبورد 2، عکس اول رو میذاریم اینجا، عکس 2 میاد اینجا، عکس 3 این بود میاد اینجا، عکس 4 میاد این قسمت، آخری هم نمیخواد پرش کنید. بک‌گراند هم دوباره میندازیم اینطوری. حالا میتونید این رو دیلیت کنید، این رو هم دیلیت کنید. الان باید انیمیت کردن شروع کنید. فقط دقت کنید که لایه هاتون ترتیبش درست باشه. ببین 1 2 3 اینجا غلطه، این باید بیاد بالای این 4، اینم 5.
در ضمن اینم باید اسمشو تغییر بدیم، مثلا میذارم BG مخفف بک‌گراند. میام اینجا 1 2 3 4 اینم از این رینیم BG 2 به این صورت. حالا میام توی تب پروتوتایپ این کارت رو انتخاب میکنیم، درگ میکنیم به اینجا، حالت رو میذاریم روی درگ، تریگرش رو میذاریم روی درگ، تایپش رو میذاریم روی آتو انیمیت. این کارت هم انتخاب میکنیم، درگ میکنیم به اینجا، این هم خودش هم حالت براش ثبت میشه. بعد برمیگردیم میتونیم اینو و اینو انتخاب بکنیم، این دوتا کارت رو اوپاسیتیشون رو 0 کنیم. بعد آرتورد رو انتخاب میکنیم، پلی درگ میکنیم اینطوری، پروژمون آماده شد.